هون گداریا رادیوریت ازش موسکوی دکن سلاف و دمو بخیر به گدارین هیجا رادیوریت ازه اند کارن ببین تو رو اینترنت بوی ناونی شانه مال پر رادیوریت ازه نقطه کم ایرو شمیه بیست نهمش داریه گداریا دنگو باسین گرینگ ین وفته بکن کابینت حکومت به کردستانی به سرکت سرک مسرور بارزانی او آمده بون و جگری سرک حکومت قوت طالبانی جوین خواهی هفتانه دار خست. گوری دخینی حکومت کردستانی یا پشت جوین هاتیه بداف کرن تی گوتن. دست بکو جوین دست سرک حکومت رونوی خسته سردن هفتی و بوری یا جگری سرک امریکی مایک پینس بو هولیری که تکزی کرن سرولا گرینگ یا حریم کردستانی نوچه بو. بشتر گوتو بیش درباره در انجام جوین شاند دانستاندنی یا حکومت به کردستانی بغداد هات کردن که اینیشیاتیو راست یا سرک حکومت بود. اندام شاند داوی پیشکتن رفش دانستاندن و گوتو بیش دنبال حکومت حریم کردستانی و حکومت فدرال پیشکش کردن. برمانج پیکانی نا یکتی و یک دنگی نابرابری سیاسی این حریم کردستانی داروش بو آسایی کردن پیوندین یکتیان اجتماعی کردستانی یینکه و تفگر و گرانی سرک حریم کردستانی نیجروان بارزانی دشمی سردن سلیمانی کر و بجدا گلی یینکه و گرانی جویا گوری زانیاریان خالا یکم و آرمانجا سرکی یا سردن سرک حریم کردستانی نیجروان بارزانی بو بارگه گرانی و جوین ویل گل سکرتاری گیشتی و اندامین دسته جیبجی کرنه آسایی کردن پیوندی نابرا جگری سرک حریم کردستانی شیخ جعفر او تفگرا گرانیه که سال 2018 و او دمو را گیاندن انجام دست بکی ینهل بجارتن پارلمانتوی عراق دا آلوزید نابرا واندا چه بود او تفگرا گرانی دادگاه دوز دژی شیخ جعفر وکر بود ده سردن یا بو سلیمانی ده هر دو جگرین سرک حریم کردستانی شیخ جعفر شیخ مصطفی و مصطفی سعیدی قادر و سرک دیوان سرکات حریم کردستانی فوزی حریری بن جیروان بارزانی را بون پشتی هفدیدن گل برپرسن گورانی سرک حریم کردستانی المالا جگری یکم یه سکرتاری گیشتی یه کستت رسول علی گل پولیپیرو و پارتی جویا سرک حریم کردستانی مسرور بارزانی روز پیشمی بسردن که دیپلماتی گیشت انقره چرچوه سردن خدا وزیر درباره ترکیه مولود چاوشوغلو را جویا دوی درباره داشت درکی آگادار حکومت حریم کردستانی را گیاند اجدام دست کربون کابینت نهایی حکومت حریم کردستانی و ترکیه یک جوان ولاتان بو فرمی سرک حکومت حریم کردستانی و خواند بو اونها افسردان تکرن دوی سردان درباره پیوندی حریم کردستانی و ترکیه و رول گرینگ حریم کردستانی نوچه دادین کرد. سرک حریم کردستانی مسرور بارزانی درباره سردن خواب ترکیه داخلی که تایبت دارا گیاند. جوین دامه گوتو بیش درباره بابت انگریدوی حریم کردستان ترکیه او نوچه کرد. سرک حکومت حریم کردستانی مسرور بارزانی و سرکومنی ترکیه رجب طیب اردوغان انقره پایتخت بی ولایت جویان هات را گیاندن که اردوغان کشکا سرکاتی پیشوزیل مسرور بارزانی کرد. وزیر پترولی عراق سمیر خزبان پشتی جوینا پشاند حکومت حریم کردستانی را بغداد کنفرانس که روزنامه‌نگاران را گیاند ده جوین دا گوتو بیش درباره آماده کردن پروژه یاسای بودجه سال 2020 هات کردن تکس کرجی ریکفتن پترول نامبر هر دو آلیان دا سر خالین گرینگ بود و درباره دا گشتن ریکفتنه همین دمیجی وزیر پلاندانی عراق داخلی که روزنامه‌نگاران را گیاند جوین آوان پشاند حکومت حریم کردستانی را انجام وی ین ارینی هبونو لسر پرانیا پرسان کارن بنگین هاتن کردن دیار کرجیل گوری کفتن حکومت حریم کردستانی برای 25,000 برمیل پترول روزانه را دستی بغداد دکه هفته بوری برنامه تایبت یا استرکتیوی بحث دلوانی او ولد پاریزی کردگی ازدی کرد. دوی برنامه تایبت دا دنگ بیش اوزانه فولکلور کردی یا تیل استران بیشی دا و خدان دو جلدین استرانین رادیو روانی یبنو دا جواد مروانی بحثا کارسازه که کرده ازدید که میلیون ایورو آلی کاریش بو بریندار روژاوای کردستانی شاندیه. او کارزاسی کرده ازدیش آلمانیه او نخواستی که نوی بی داین. لیش خواه او برنامه ازبادی آویه که او پره هات نشاندن. مال پرامه وی جامعی نزدیک اوزانه که وی بری وی آلیکاری هروا آلیکاری و مزن دایه کردن شنگالی کوبانی او بشه که زیارت دلالش دورانی اینو جین کریه لیش برگ و جامعی بخوان نخوازه نو وی ند برنامه تایبت دا نجد مال پرامه دا بیداین ام نو وی اشکره ناکن دما نو چگیانی مال پرامه جه پرسی سبب چیه که تا نخوازی نوی دا بیداین برسی و وی ها بو یا پیشن کسی که آلیکاری اجدل دکه نه حفجه نوی وی بیداین یا
ازدیاجی من اولی کاری نجناوی خو لیجناوی همو ازدیان داید اوجی نمونه که یکتیا ملت ما هفگرتنا مایه اثباتاوی یکی کم پیشی کردن دورو ازدین مسلمان خاچباریزن الوین کاکاین یارسانین آن جهونه داوی کارزاسی می ولاد پاریس جالبانی جمال پر مرا گوت که هاتیه پلان کرنی حیاته که آلمانی را توایی هرن سردن کردستان رجوا و شنگال کردستانی بکن هروا الرفش و ازدین افرین و جزیری بحث که شگود خادر کردن اول کامپاند جین اول گوری ویجی آلی کاری بکن کوچبربون و ازدیاج کردستانی و چون آوان برب در و ایوالات زده بویه و ای سال بیترش 1200 کسان بریان تیمین یگرتی و چونه استرالیا و نرویجی که پرانیا وان رزگار بوین دستی دایشینه سال 2014 و حتی نها بیترش 3000 کرد نزدی چونه در و ایوالات هر واج دست پیک و ایسل و حتی نها تنی 120 مال بد شکامپین زاخوی بگریان شنگالی الگور امارین کمیته تومار کرنا کوچبران قایم قامیا زاخوی لوی نوچه دخو که زده تر 150,000 کوچبرانه و جوی هجماری ایسال بیتر 1238 کس جوانا چونه در و ایوالات ریببری کامپا جمیش کو یا زاخوی در باری سده مازیده بونا هجمار کوچبر بونا ازدیان بو در و ایوالات بشه شنگال وک پیوست اولینینه لگور نیرینا ما اگر ریوبن دیش سیان یک خلق کامپانتا بچن در و ایوالات ریخستنا یا سرب نتابین یگرتی و نوی بیشکش کردن ازدیین کامپین زاخویل جمع خوانوی سینن دکشوان را مافی بنابری الولات در و ور بکره نها هر دو ولات استرالیا و نرویجی هجمارکشوان کسان ورگرتنه اجباری شا ترکیه و گروپی جگداری سربی و اجبارک شخص سریکانی و گریسپی کچبری بازاری کوبانی و گندوارن و بونه که اجبار وان کشتی 1038 بالبتان نه اجبوان کچبران گندی تلسامین کامپ کنوتی آوکران ایدی کچبرجی سربستن بچن و کامپی یون نو کوبانی گندل وی جان خو در باز بکن اش سدی نوت پنج کچبرین گریسپی و سریکانی ین بری خدا نه کوبانی کردن ریو بریا خاصر دست با وکرنا کامپ تل امین کردی و کوچبرجی درباره چونا کامپی یان ماناد ناف مالوندا سربستن کوبانی چاردری خستن مافی مروف و جواب سیویل نک که حتی راده که کاروباری مار و رادبن لی ولاتین که هزاران خانی و بمیلیون دلار آمریکی ملک مالین دو خوا هشتن تا آوای ناین قربو کرن دزگه خیرخوازی یا بارزانی پنجم کاروانی آلیکاریان گیان در رجوای کردستانی سروکی دزگه خیرخوازی یا بارزانی مساهمت را گیان که اف کاروان ج 650 چادر و همو پیدوین نومالی و چلو برگین زاروگان پیکتی اشکره کرجی که هیا رجوای کردستانی پیوسته به افدیل سر گیاندن آلیکاریان بردوان بن هزین سوری دموکراتیک دلگرانی خالمبر هلوستا روسیا و بدنگی و وی ولاتی لمبر یریشن هزین ترکی بوسر عین ایسا و دوری دنین رجوای کردستانی نشان دا و راگیان هزین ترکی البرچاوین روسیا یریشوان دکن ارتش ترکی و چکدارین گریدای و شمیا بوری و دست بیریشن برفره بوسر بجاروکی عین ایسای رجوای کردستانی کرنه هزیدل سروان یریشان دخینیک بلاف کروتی دا دلگرانی خالمبر هلوستا روسیا نشان دا و رخنل بدنگی روسیا لمبر یریش هزین سرب ترکیه و کرد. هزیدی راگیان هزین ترکیه البرچاوی روسیا که یکش گارانتورین آگربستیه دیریشن وند کلی روسیا خواب بیدن کریه. داخلی دادیه گوتنش بروی هلوستا روسیا اوجی رولاوی ولاتی سکراندنا شهر دا بگمانن اوج رفشی دلگرانن. هری داوید شهر و پیوچونل باکوری عین ایسای دا شهروانین هزین سوری دموکراتیک کارنه کامپا کوچپران یال باکوری عین ایسا وروا گنده سیداش کنترل کومین چکدار یم سر ترکیه و درخینن اوان هزان پاشتا و گرینن. فرمانداری گیشتی یا هستی اروا دابوخیا کرن کارتش ترکی و کومین چکداری سربی ولاتی و تانک و بالافران و توپخاناین سی آلیان و گریشی عین ایسا کرنه و شهروانین هستیجی تندی برسی و واندانه. وزیر دروازه روسیه سرگئی لاوروف سشمی پشتی افریتنال گل هفکاری خواهی ایسلندی لموسکویت کنفرانس روزنامه‌نگاری دارا گیاند. هیا وانز دوام بیارن تنکو ترکیه دخوازه ریکفتن سوچی هلوشینه. سرگئی لاوروف گفت دستی مدا تا آگاهی نوکی که سده رادگینه تنکو ترکیه بنیازه ریکفتن سوچی یا بیزدی مجداری بن پیبکه. هزین سوری دموکراتیک بری دروژان بیشتری مجداری دا پشتی یریشکرنا هزین سرب ترکیه و سر عین ایسای داخلینیک بلاف کرم اوتی دادل گرانی خال سر هلوستا روسیا لمبر یریشن ترکیهش کرده بود.
هسیده روسیه به بدنگیال هم برگیریشن ترکیه تومت بار کرده بود و بخیا کردن اجباری وی بدنگی او جرول روسیه دروستاندن شد و پیکانین آگر بستی داب گمانن لاوروف هر واد دیار کرد که وان پیشتر رضامندی سروک سوری بشار اسد و ریوبریو خاصر که وکی ریوبریو کردان بناف کرد سر ریکفتن سوچی برگتیه و دخواست شیز سوری دموکراتیک کرد که پابندی سوزن خوابن لاوروف درباره و یکی دو زانیارین زیادتر ندان و دیار نکرد که هسیده و ریوبریو خاصر یا روجوای کردستانی پابندی کیشان سوزن خواب نبونه جیگری وزیر درباره روسیه میخائیل بوگدانوف درباره تولبون هسیده نواردش سوری دا گود هرچی قاس پروسیا تولبون هسیده نواردش زودتر بریوا بچه دیش بو تویا آلیان باشتر به برینها روسیا را گیاند بو اف آمدن دانستاندن نابر هسیده و خبت سوری دا جبو تولبون هسیده نواردش دا ناف بین کاریان بکن پشتی یری شارتش ترکیل سر جوای کردستانی و رکفتنا لشکری یاد نابر هسیده و ارتش سوری دا کل گور اوی رکفتن هزین ارتش سوری سر سینوری که را بلاف بون پرستا تولبون هسیده نو ارتش سوری دهات روجوی پیشتر جکبت سوری دخواش هزین سوری دموکراتیک و آسایشی کربون تولی ارتش و هزین اولکاری ین سوری ببن سروی پرسی فرمانداری گیشت یه هسیده را گیاند بو اف مرجی دستوری دادان بریبریو خاصر بداین او تایبتمندی و هسیده نو سیستم بروانی سوری دا بپرستن اف آمدن تولی ارتش سوری ببن هزین روسی گروپین بسر ترکیه وال این ایسای تباران کرد و نابر هر دو آلیاندا شهر در کرد جیدرک سربازی نافیسیده را گیاند هزین روسی موشکان گیریش گروپین گریدای ترکیه کرد آرمانچ ارتش ترکیه جی برگه هزین روسی این ایسای تباران کرد و شهر و پیوچورم چکینگران نابر هر دو آلیاندا در کرد وی جیدری گود جی الگلوی شهری هزین حکمت سوری جی دست بلف و تفگری برب شرک راک کرد تکس کرد کد هزین روسی و ین حکمت سوری سر درجای اریا رودکو ام چارش باجروکی شکراک لوجلات این ایسا حتی گندی ابو سر لوجوای دست اپراسیون کی بکن روانگی سوریا مافین برو را گیاند و جوینک نابرا هزین روسی و هسیده دا بکات بو او هزین روسی تکس کربون و اگر هزین ترکی و گروپ پیرا باش و بنکشن دیوان بکه آرمانچ دو مهان پشتی بریار سروکی آمریکای دونالد ترامپ وکشاندن هزین آمریکیش سوری جاره کردن اپراسیون هفبشین هزین آمریکا و هزین سوری دموکراتیک دشی ریخستن دایشی دست بکر گوتن برپرسین سربازی ین آمریکی شروان هزیده پشتوانی هزین آمریکی چند نو چند دیرزوری اپراسیون سربازی بکوانین و دوان اپراسیون دا هجمارک چکدارین دایش هات دکشتن و هروا هجمارک چکدار جی بریندار بونه هروا هات را گیاندن که ده چکدار جی هات نگرتن فرمانداری نوندی یا هزین آمریکای جنرال کینت مکینز پیشتر دیار کرد بکو نزدیکی 500 لشکرین آمریکی هیچ رجوع کردستانی و سوریه دانه کل گل هسته پندری روش و هفتیان دا دست اپراسیون دا جدایشی بکن کین سروا دا بوزانی که دوان اپراسیون دا ویل گل هزین سوری دموکراتیک تب بگیرن جنرال مکینز گوته بو آرمان جمعه و امپوزیسیون خیالوی داری به پاریزد گل هزین سوری دموکراتیک دجی هدف اندایشش آلی خاری گلی روباری فرات دست اپراسیون بکن گور زانیارین شفقانی که تایبت و هشته سربازین ارتش آمریکای بنگه و لشکری یا رمیلانی الهریم جزیری یا رجوع کردستانی هات نبجی کرن هات دیار کرن افکاروان و لشکری یا آمریکای هشته سربازان تانک زر پوش اتومبیل لشکری و آمور و پیوستین لوجستیک پیک دهد گور زانیاریان افکاروان مزین یا لشکری یا آمریکایش بنگه لشکری یا قصری یا سر یا امچار او با پوری بجاری تلتمیری بریکت بود او دجیر ریکارین تنتین اولایی گیشته بنگه ریمیلانی ایوارا سیشمی جی کاروان کردن یا هزین آمریکای تقامش لورا در باز ببون او برب نافچین روژوای وی بجاری و چوبون هات را گیادن پشتی وکشین هزین آمریکای جین نافچین اف مزنترین کاروان لشکری یا آمریکایی که ودگره روژوای کردستانی روژا شش جوت ایسل پشکاسپی برای را بکشاندن هزین وی ولاتی روجوای کردستانی اشکره کربو و پشتی سی روجان نه جتمه دا ترکی و کومین چکدار ین سربی ولاتی و یریش خواب بو سر روجوای کردستانی دست بکرن برای را بکشاندن هزین آمریکایش آلی گلک ولاتین جانی ابتای بدی هف پیمانی نوچه و اوروپای ین آمریکای و راستی گلک رخنین هات هروا نوخای آمریکای پنتاگون و کنگرس آمریکایشی نرازی بونه که مزن نشاندن و دخواستش کشکاسپی کرن که
جوی بریاری بگیره دبن وان فشاران دا ریبری آمریکا ایراکیان که افده نافچه و بیرین پترولین روژاوای کردستانی و باکوری سوری بپاریزن و رینادن اف نافچه بکوین جیر کنترول تا آلیه کدن کوم کریزن یا دولتی دراپورت کی دا بس رفش با کروجلات سوری کریه او چوانیا پیدا کنه آرامیل و نافچه الگور دیت ناوی کمی جبوک رفش و نافچه آرام به پیوست آمریکا حسدی به پاریس و گوتو بیج خدا گل روسیه و ترکی اولایتی بده پیدا کنه آرامیل با کروجلات سوری و کمی دخوش حسدی جی کریه که به نافمیکاری روسیه گل حکومت رفش نافچه خو یکالی بکه و تولی دولت سوری بکه لی تمن دمی داجی هل بده دستگین خو به پاریسه کوم کریزن یا دولتی لسال 1950 هاتیه دامزراندن بارگه و ویل بروکسلیه و رخصتنه که نحکمیه و کارش سر ریگرتن البر چیبون کریزن سرن سری جیانی دکه هروا شوری جده حکمتان و رخصتن نا دولتی وکده توان یک بوی و یکتی اوروپای و بانکا ناف دولتی پشتی جیبجی کردن رکفتنا سوچی نابر روسیه و ترکیه دا اجبارا لشکرین روسیه و سوری نافچین سینوری روژاوای کردستانی تنبری 8 سالین بوری زده بویه بلابون هزین ارتش سوری و هزین روسیه هر دو حریم جزیره و کوبانی ین روژاوای کردستانی هاتیه دست بکرن الگوری زانیاریان هجمارا لشکرین روسیه لجزیره روژاوای کردستانی گیشتیه دست سربازان گلوانجی 6 آبارین لشکری جی اتومبیل و زری پوشانه نجمارا هزین ارتش سوری درجایا 300 کیلومتر سرهلا سینوریل جزیره گیشته 4000 لشکران کوبانی جینیزی که 1700 لشکر نردش سوریه نه اوجی هزن پاسیوان سینورن هر وقت ست سربازین حزب نوب الارس الجمری هنه اف حزب درجای 8 کیلومتر سرسینوری کوبانی و باکوری کردستانی بجیبونه با یکی که حزب 45 کیلومتر روجلات و 35 کیلومتر روجوای کوبانی حتی گند زور مخاری بلا بونه که اف گند داوی کوبانیش عالی روجوا و پشتی جمع فرات راست حریم جرابلوس دست بده هر وقت نزدیک 150 سرباز روسیه جیل کوبانی هنه روژا دشم بوریج تیم کش 35 بریشکن روسی گیشته وی دوری اف تیم و سربازین روسیه دو بنگه جیبونه کل کوبانی دو بنگه این روسیه هنه یکم بنگه سرین 35 کیلومتر با شوری کوبانی دویم بنگه ایسایف در دور 7 و 8 کیلومتر روژاوای کوبانیه روانگی سوریه مافین روان بلاف کرد. ریبری خواست به دوامی آزاد کردن مالبتن چکدارین دایشی ین سوری دا سد ده مالبتن کش خلقی رقاینه شکامپا هولی آزاد کردن. روانگی دیار کرد آزاد کردن وان مالبتان گوری تف کردن مجلس سوری دموکراتیک و حوزن عربان هاتی کردن که پیشتر دماغ گلان بوری دا کاربند حوزن سوری دا سروی پرسی هات بولی هف کردن. اما جب ویجی دا پروسی آزاد کردن مالبتن چکدارین دایشی وی آوایی تکردن حوزن عربان لیستا نوان شریبری کامپا هولی را دشینه و پشتی لکولین اولکارین وان نوان را تینکرن افتید آزاد کردن. روانگی موافن روان درباره بمپیکرنا گروپین چکداری انگریدای ترکی ایراکیان که اف گروپ خلق سیویل گلباراند کن و رینادن مالبتن کردی وگرن باجارین خواه ریوبرا بش رجلات نابین تخستدان روانگی موافن روان هومن رایچ ووچ دا سارا لیا اویتسون تکس کرد که اف نوچه که نها کتی دست ترکی برواجی دیان وی ولاتی ده آرام او هر روش موافن روان دی بمپیکرن اوری خستدان ناو دولتی دیار دکه کالوی دبر کتی دست ترکی و گروپین چکدار خلق سیویل تی گله باران کردن و ریل بر کچبرین کرتاتیه گرتن قوه کردن باجاری خوار و هاتیه دست نشان کردن که مال و ملک خلقی جهات نتالان کردن هومن رایچ ووچ بشه بر واجی گوتن ترکیه بو آواکرنا نافچه که آرام اف گروپین که بو پیکانین و بین نافچه تین بکارانین بخواب پیکرنان دجی خلق سیویل انجام دادن و وجدای اتنیکی بیکتینن هر و هومن رایچ ووچ دیارده که ترکیه و گروپین سربی و دست پیکرن اپراسیون لشکری نافچه که سیویل دجین بیجو دایی تو باران کردن هر کیم هفت کس بیکو بین دادگاه کردن کشتن مال و دکانن سیویلان داگرد کن و درباره جرانویس خبات دخستن رویل وان نافچین تو زانیرک جی بلاف نکردن روانگی مافیم روان کشتن خلق سیویل و بجی کردن مالبتن عرب نام مالین کردن سریکانی و گریسپی و طالان کردن ملکی ولاتیان بلگه کردن و هجماره که مزن شدایان برگردن هر و روانگی مافیم روان دخواست ترکی کریه و داویل کریارین گروپین چکدارین سروی ولات و بینه
سناتوری کمارین آمریکایی بنابود دنگ لیتس گرام بشه جاره سر که دیروکیش بو کرد روجوه کردستانی لازمه لیتس گرام برنامه که در گل کانال فوکس نیوز یا آمریکی را گیاند افسرو که آمریکایی دونالد ترامپ را آخویه و سر بنگه وان آخفتن آجی کش بینیه گل جنوی چی بکو چید به جاره سریه که وره دستخسته کل گروبی آسایش ترکی و کردجی گارانتی کریبه گرام هر واد بشه افدوی باوری دایه آمریکا ازین کردید کارم پفر پروژه که وانه بشبو نوشین کرنا بیرین پترولیین سوری بابایی که کرده ها تاویش بو کردام به لالیه که دن سروکی کمیتی خدمت گذارین لشکری سنات آمریکا جیم این هوجی دیار کرد ترامپ جوی راستی دیگه که گرینگ هزا اسمانی آمریکا نوچه بمینه اوی هر واد گوت بیویسته آمریکا هزا خیا اسمانی بیلش جبو که بردوام فشار الدایش بکه ریل روسیا و ایران سودورگتناش در فتن دا بگره و بیش خال سر عرضی بپارزه باکوری کردستانی لحد پارزگین آگری اووانی بود دم 15 روزان قدغه همو جورین چلاکیان هات را گیاندن پارزگری اووانی ده دخینی که درا گیاند همو چلاکی و خوابشاندان بود دم 15 روزان هات نقدغه کردن گور دخینی پارزگری اوانیش 25 مرداد 2019 و حیا نیمه قانون کنفرانس روزنامه‌نوانی و کرنا چادران خوابشاندان چلاکین رونشتن مراسم بیرانین کنسرت و بلافکرنا بلاوک قدغه سدم قدغه جرافشو اولکاری و پاراستنا جان مالی ولاتیان هاتیه را گیاندن سدم کت پرانیو قدغه کرنا دا و بری دست بکرنا اپراسیونل دجی پکیل باکوری کردستانی تین کارانین اف قدغه یا سال 2016 و به وی بریاری جاره کردن ها تریش کردن پارزگیوانی یا باکوری کردستانی 3 سالن پنجتن جدا بردوان تین تریش کردن پارزگی آگریج همو جورین چالاکیان بوده ما 15 روزان هاتن قدغه کردن الگور دخینیا والیتی آگری قدغه بیزده وی مایی و دست بکری حتی 15 روزان دی بردوان به والیتی دیار کریه دوی بهی دو کنفرانس روزنامه‌نوانی خوابشاندان چالاکین رونشتن و مراسم قدغه نه سرکومری فرانسا ایمانوئل ماکرون جاردن بر تک نشان یریشن ترکی بسر رجوع کردستانی دانشان دا اول سرمجاره که ترکی ناتوی هفکاری دخوازه گود ترکی که بسر خواه اپراسیون سوری انجام داده نا به هفکاری ناتوی بخوازه ماکرون بری نهاجی الوست آمریکا یا وکشیناش سوری و وریدان اپراسیون ترکی رخ نکره بو اوش بو ناتوی جگوته بو ایدی ناتوی مرنا خواه مجی را گیاندیه ماکرون بی جاریجش بر بندوارین ترکیش ناتوی و یریش سر روجوه کردستانی بیر خستن او گود که نابه ترکیش ناتوی دخوازا هفکاری بگه دنگ و بحثین جیانی ایراق سی روزان دا 29 خوابشاندار و دو کارمندن ایزن ولی هات نکشتن و 1054 کس جبرین دار بون. پرزگین ایراق خوابشاندان آلوزی بردوانن و کمیسیون مافی مروان یا ایراق جی آمارین آلوزی و تندتین روزن 26, 27 و 28 مجدار پرزگین ایراقی بلاف کرن. گور داخلی کمیسیون مافی مروان یا ایراق پرزگی زیقار 25 خوابشاندار هاتن کشتن و 105 خوابشاندان جبرین دار بون. هر وقت هاتیه بلاف کرن کل بغدای جی دو اندام هزین ولی هاتن کشتن و 25 اندام هزین ولی و 67 خوابشاندار بریندار بون. کمیسیون مافی مروان بیشل پرزگی هجفی جی 4 خوابشاندار هاتن کشتن و 354 خوابشاندار و 5 اندام هزین ولی بریندار بون. الگور همان دخیانیل پرزگاه مسیناجی 308 خوابشاندار و کارمندن هزین امنی بریندار بونه. باجاری نجفی ایراقی خوابشانداران آگر بردان کنسولخانه ایران. الگور میدیا خاجی دنجاما یریش و هفدان هزین امنیین بو بلاف کردن خوابشانداران دا 8 کس بریندار بون و پشتی کو بیار بلاف بون. فرمانداری اپراسیون نجفی بداخلی که اشکره کرد که توای اوی باجاری قدغه چوی ناتن هاتیه را گیاندن و نه هاتیار کردن که قدغه بی حتی کنگی بردوام به. ریخستن لیبورینا نودلتی آمنیستی اینترنشنال دل را گیاند. هری کم 146 است خوابشاندان ایران و رجلات کردستانی دا هات نکشتن. آمنیستی اینترنشنال درباره تندجین خوابشاندان چند روزین در بازبوی دل ایران و رجلات کردستانی دا راپورت بلاف کرد. دوی راپورت خود آمنیستی بیشه پشتی کت 15 و مهی دا خوابشاندان ایرانی و رجلات کردستانی دست بکرن و برپرسین ایرانی بریاردان کارین اولکواری سخت بکن و هری کم 143 کسش عالی هزین ایرانی و هاتن کشتن. آمنیستی راپورت خود دیار کرد ولی گو راپورین پشتراسکری کسی هاتن نکشتن سیویلن و پرانیا وانجی بگله هاتن نکشتن. الگور آمنیستی رجای هری زیده یا کشتیان وگه هریم جروزات کردستانیه و هر سی پارزگین کرماشا سنه و اورمی 5 کش عالی هزین اولی ین ایرانی و هاتن نکشتن.
وزیر وزارت نوخوی ایرانی عبدالرضا رحمانی آمارین که آمنیستی بلاف کرد و رد کرد و گفت که پروتستویان ده 731 آوایین بانکا و 140 آوایین دولت زرار دیدنه. رحمانی دازانین که دژی 5 نوامبر پلیسان گیریش دار کردنه و هفته استاسیون پترول هاتنه شوتاندن. وزیر نوخوی اروا دیار کرد که بقاسی 200,000 کس بجداری پروتستوی بونه و تنی چند خانیشندار هاتنه کشتن و زیادتری 1000 کس جی هاتنه دست سر کردن. رخصان عفوی نونتوی راگیاند بکد پروتستوین دا کمی 140 خاپشندار هاتنه کشتن. نوامبر مافین مروان دیا ایرانی کل نیویورکی جی راگیاند که بقاسی 4000 خاپشندار هاتنه دست سر کردن. کردستیات ایرانی دبیجه چند کس مرنه نو دو اندامین هزینه بلکاری و بهتری 1000 کس هاتنه گرفتن. ایرانی پشتی که بهای سوتمنی زیده بو پروتستوت 15 مجداری دا دست بکن. وزیر دروایی دولت یک بود کنفرانس روزنامه‌نگاری داخلی دا تذکرنا از 400 یا روسیه شیلا ترکیه و آلوزه. الگوری مک پومپی واشنگتن دخواسته ببینه که انقره نخواسته کمپلکسا موشکان از 400 توایی بکار بینه. وکی دن دیپلمات کاری آمریکی گفت که واشنگتن بجاره گوتو بیش دا گل انقری دانستان دنبال بردوام بکه. کنفرانس روزنامه‌نگاری دا وزیر دروایی دولت یک بود درباره جزاین گنگاسی دژی انقره نقاش نکرد. چند میبری انقره روسیه کمپلکس موشکی از 400 کرد. دامین داوید آجی وزیر پاراستانی ترکیه گفت که کمپلکسش جبو کارانی نهاده کریم. سرکو وزیرین بلژیکای راگیاند نجنین دایشین بلژیکای دسپیکو یریشین ترکیه دا بو سر باکور رجلات سوری جنوبندی هواندن راویانه. سرکو وزیرین بلژیکای سوفی ویلموس راگیاند دمو دسپیکن اپراسیون ترکیه دا بو سر باکور رجلات سوری نجنین دایشین بلژیکای گل نزارویان جوان نوبندین هواندن مالبتین دایشین دکیون بندستی کرد راویانه. گورو خفتن وی برپسا بلژیکا افجنین هانی دربازی ترکیه بونه. هر وان نویسگاه دوستگری گیشتی یل بروکسلی راگیاند بو که دژنین بلژیکا الگل 6 زارون خارا دستی دستلات ترکیه کردنه پشتی که کاربن اشکامپا اینین ایسا برابن. بدور نجا و بو وشانا دنگ و بحث درتی که 64 پرچه کردستانی کردن دیاسپوروی هروان و چین و نتوی اجاره کردن دی سلسروی اینا و نشانی امی راستی هفبین آمده کار و ربرو دنگ و بحث نویا رادیو رتزه بیلاس ترکیه حتی نی وشانانو بمینود نو خیر و خوشیه دا.